داستان من در حقیقت داستان کسیه که بدون هیچ تجربه، بدون هیچ استاد و بدون هیچ همراهی از یک انبار 2x5 در یه پارکینگ شروع کرد. بابک از همون شروع اوایل زندگی کشش ذهنی به بعد فنی مسئله داشت. فرق میکنه کسی که شرایط کارش راحت باشه، مهیا باشه، کاری انجام بده، با کسی که تو این شرایط خیلی سخت کار میکنه و نتیجه کارش فوق‌العاده است. فکر نمی‌کنن که دارن تدریس میکنن. واقعا اون چیزی که برای این کار لازمه رو، هر آنچه که لازمه رو در اختیار میذارن. من موقعی که اولین جلسه پیششون اومدم خیلی واقعا خوشم اومد. هم از آموزششون، هم از مدل درس دادنشون. استاد خیلی آدم دقیقیه. این برای من خیلی قشنگه چون خودم آدم دقیقی نیستم. مثلا یادم روزای اول می اومدم می‌خواستم آینه برش بزنم، همینجوری یهو می اومدم برش بزنم. بعد استاد خط کش همه چی من میگفتم مثلا چشمین، ولی من این دقیق بودنشو خیلی دوست داشتم.